السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، طبق وعده امروز در مورد اخلاق حسنه و اخلاق سیئه صحبت میکنیم. اخلاق حسنه به رفتار و کردار نیک انسان گفته می شود، مانند عبادات، اخلاق خوب با مردم، صبر در برابر مشکلات، بردباری در برابر همه ناهنجاری ها. و اخلاق سیئه به اعمال و کردار بد انسان گفته می شود، مانند دوری از مردم، خشونت با مردم، نکردن عبادت الله متعال و صادر شدن اعمال ناشایسته از انسان. ایره اخلاق سیئه میگه. چه خوب است که انسان در وجود خود اخلاق حمیده را پرورش بده، به خاطر از که واقعا شخصیت یک انسان، اعمال نیک یک انسان اخلاق حمیده می سازه. و تأکید دین شریعت بالای اخلاق حمیده بیشتر است که انسان باید خود را دارای اخلاق حمیده بسازد. چنانچه الله متعال خطاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید و انک لعلی خلق عظیم، یقینا تو از لحاظ سرشت باطنی دارای اخلاق والا و بزرگ هستی. به این معنی که اخلاق بسیار بحث بزرگ در اسلام است. واقعا که اخلاق سیئه شخصیت انسان را بسیار ضعیف می سازه، از مردم دورش می سازه، از الله دور می سازه انسان. و بالاخره امی اخلاق سیئه باعث میشه که انسان به جهنم بره. اما از این طرف قضیه وقتی میبینیم اخلاق حمیده، وقتی اعمال نیک از انسان صادر میشه، امی میشه که انسان به الله تقرب حاصل میکنه و باعث میشه که انسان باز بخیر در دنیا و در آخرت کامیاب میشه.